ما با همسایه های خود در زندگی مسالمت آمیز، تعامل مسالمت آمیز و تعامل بر اساس احترام متقابل می‌خواهیم و اونها هم در امورات داخلی افغانستان مداخله نکنند، ما هم با امورات داخلی هیچ یکی از همسایه ها مداخله نمی کنیم. این شکل طبیعی است که اگر کسی در امورات داخلی افغانستان مداخله بکند، دو صورت باز حق مسلم و حق شرعی و بین المللی افغانستان است که از خود دفاع باید بکند و اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم اگر با سنگ زدن نتانیم ما هم یک قلوخ میاندازیم به طرف از این خاطر این به نفع کشورهای هیچ یکی از همسایه نیست که تنش در مابین از اینا وجود داشته باشد. هر چقدر روابط بهتر باشد این به منفعت به ملت‌های کشورهای همسایه است. از این خاطر امارت اسلامی افغانستان همیشه از این سیاست مسالمت آمیز، از سیاست از روابط دوستانه همیشه حمایت میکند.